من اینجا ریگستانی پنجشنبه برادرها چخیلی که دیده ایستاده ریگستانی پنجشنبه یک طرف مسجد شیخ مصلح الدین من اینجا مرکزی سودای حاجی عبدالعزیز در این پهلویش بازار پنجشنبه رسم من این مال محصولات های خارجگی دهقانی که این روزها پخته رسیده اند آنها را دهقانان برای فروش در این ریگستان پنجشنبه برآوردگی. دوستان عزیز درآمدگاه بازار پنجشنبه مشکل کشا عزیزان دست دعای مادر انسان درآمدگاه پنجشنبه بسیار با یک نمودی ظاهری زیبا قرار دادگی. این درآمدی بازار به خور زدمالگی باید هر یک شخصی که به این بازار وارد می شود از اونجا زیر کده گذره. دوستان عزیز این بازار پنجشنبه رای خدا شکر بازار پنجشنبه سری پوری همون چیز تا حد امکان سری پوری می باشد. دوستان عزیز من خیلی که دیده ایستاده از بس که ما طرفی بیگاه به آمدیم میگه بارا در آمده ایستاده. نان چند پول بچه؟ 2 تومان نان آبی اونو جه تربوزم با اون بگیریم. اکا چند پول کیلو؟ کیلوش 5 تومان. تربوزا همش این یک جا اکا؟ تربوزای کنسنگی رو داشته. این دارکشته میگیرتم دا؟ اونو بیان میتونم. چند بشه حضور؟ ای بچه ها بینا رسی انده. این نانو چند پولیه؟ این نانی سامانه. دویی ها؟ نانوی آبی ها؟ نانای آبی. من برادرها چه خیلی که دیده ایستاده بازار پنجشنبه سری پوری فراوانی. این چند پول؟ این 2 تومان. من گفتاسی هم که بازار پنجشنبه سری پوری من خدا شکر فراوانی هم به خدا خواهد خواتون میشه تا انشاءالله همش ناز میشه. پمیدور چند پول؟ 8 و نیم. خودنین چیه؟ 3 کیلوش 10 تومان. بلگر چی بلگر؟ بلگر 7 تومان. اکا لیمون چند پول لیمون؟ 4 تاش 10 تومان. کیلوش چند؟ کیلوش 30 تومان. این اینگیر چند پول اینگیر؟ اینگیر هم کیلوش 40 تومان. من اوجه این زامبوچه های هم برامدگی. این زامبوچه ها چند پول اکا؟ 4 تومان. 3 تاش 10 میداده. من اینجور چسناک چند پول اکا؟ شما آترامش نشده من امینش چند پوله؟ بیشتر باید کیلوش 20 تومان. این گوشتی استگاندار 45 تومان. لحمش چند اکا؟ لحمش 60 تومان. بهترین گوشت ها. من روغن های اوانگرد چند پوله اکا؟ نه صاحبه نبده این در آمده بازارنده. چه خیلی که دیده ایستاده جای فروشی سبزوات ها از اون جمله پیاز، سبزی، کارتوشکه. چند پول این سبزی ها؟ 5 کیلوش 10 تومان. یعنی کیلوش 2 تومانه؟ 1 کیلوش این 2 تومانی. این سبزی های گیجا؟ دوشنبه. سبزی های دوشنبه بوده. کمسنگیر. میشه چند پول اکو؟
4 somona. Kartoshka benim 4 somon. Yon hangisi? 5 so'm. 5 somon bana. Kartoshkoyu behterin bana. Assalomu alaykum do'stlar aziz, tomoshabinlar giromi. Ina خیلی که دیده ایستادیم در بازار افغان بازار قرار داریم و عین حال از نرخ و نوای بازار برای شما معلومات میدهیم. دوستان عزیز خیلی که دیده ایستادید خیلی این کسلی کووید 19 از اون جمله تمامی دنیا را مثال فرا گرفته باشد، تاجیکستان هم بی‌طرف نماند. اینک در این عین زمان از بازار افغان بازار ما دیدن کرده ایستادیم که شرایط در اینجا چخیر. من در درآمدگاه بازار نویسند که محترم میزاج و اطرافیان مسافه را رعایت نمایید. مسافه بین همدیگر 1.5 متر. بعد بی نقاب یا ماسک در آمدن قطعاً منع است. و در این درآمدگاه بازار حرارت هر یک شخصانی که در این بازار می‌درآیند حرارت سنجیده می شود و دست‌ها بی ضرر گردانیده می شود. چند کو؟ 35 نه؟ من بسیار نم یک نمودی راه‌های پیشگیری آیدی همین و کرونا ویروس می باشد که هنگام در آمدن حرارت را می سنجند، می بینند که حرارت نرمانی بعد دست‌های با آنتیسپتیک بی ضرر می گردانند. دوستان عزیز من همه مغازه هایی که مثلا موادهای خوراکی پیشاکی به فروش می گذارند وجه بسیار فعالیت شروع کرده ایستادن. خیلی که دیده ایستادید بازار مثلا پیشتر با این آدم زیاد نباشدم تا حد امکان همه مغازه ها به فعالیت شروع کرده ایستادن. انشاءالله این کسلیه که تمام مردم را مثال ناراحت ساخته ایستاده است. دعا میکنیم که همش برطرف گردد. از خداوند متعال خواهش دعا می نماییم که همین مهاجرانی که در سفر خدمتی هستند خداوند آنها را در پناه عصمتش نگاه دارد. تیز من این راه ها کشاده شده باز مهاجران به وطن خود برگردند. من در اینجا چیزهای قنادی قنادی به فروش گذاشته شدن. خیلی که دیدی ایستادید همه نمادی برولشگی و کفاشو بر اینجا دکانی گوشت های فروشی. خیلی که دیده ایستادید همه جا فعال. اینجا همه نمودی خوراکه ها. اکا این راوغنی دنبه چند پول؟ 60 so'm. این گوشت چیه اکا؟ این گوشتی گوسفندم 60 so'm کیلو. اینجا گوشتای گاو در آمده افغان بازارنده. چند پول اکا این؟ لقمه 65. لقمه 65 so'm گوشتای خوشیره میمونه. فامیجان دنبه منی با گوشتای گوسفند. غیره چش 20 شد می؟ اینه 20 so'm.
گیلاس چند پول گیلاس چه؟ یه پول باید شما 20 تومان 22. اینجا بازاری پنجشنبه فروشی معلوم محصولات ها، یعنی یک قطاری راهی شرق به